5 کیلو بادمجون فروخته 1000 تومن بازم تخفیف میخواد. چه ماشین نمیفروشم آقا نمیفروشم. برو خدا بلمون کن چه خبرته نمیفروشی ادب بعد تختیاری بیا میخوام گورجی میخوای بیا این گورجی آقا برو این گورجی برای تو برو جمع کن برو بلمون کن. ای بابا آخه تو مشکلت با پابجی چیه؟ اگر متأهل بوده برود کلمه بخواند دوباره نکاح بسته بکند. وقتی طیاره مرمی میزند نام الله و نام رسول الله مصور می شود با زبان انگلیسی. یک تیر به نام الله زده می شود و یک تیر به نام محمد. پابجی را بازی می کند باید به بت سجده کند، به بت تعظیم کند. بخواین یک مرحله به مرحله دیگر طی شود کعبه اونجا نمودار می شود. کعبه اون کسی که داخل گیم بازی می کند وقتی میخواد از یک فاز به فاز دیگر برود باید یک مرمی به کعبه بزند بعد به فاز دیگر برود. پابجی بازی می کند امروز جوان گیم میزند، امروز جوان چین میزند به رسول خدا. چی نو توحید. تو کامنت ها بگین شما هم بچه های فامیل اینجوری بازی میکردین؟ Sure, Joy. پابجی هم حرام شد. تو میدانی اگر رسول الله تو را به سر گیم پابجی ببیند چقدر گریه میکنه؟ تو میدانی اگر رسول الله تو را در وقت پیام کردن به دخترها ببیند چقدر غمگین میشود، چقدر افسرده میشود، چقدر ناامیدش میکنی؟ در لحظه دروغ گفت. هر لباسشو باور کنید یه بار بیشتر نمیپوشه. میدونه. بله. خرجم زیاده. خرج زیاده. ولی خب یه چیزی بگم، من اینا رو به خیریه میذارم بعدش و میذارم که هر کی خواست داشته باشه لباسا رو و نیکبون. دیگه الان ماشاءالله این سایز کم پیدا میشه. نه تو لباس داری هستم. خودت هم ماشاءالله خوشی کن. تانکیو مرسی خانم. تو لباساتو چیکار میکنی؟ نگرش رو میدم. من میدونم تو شهرام لباساتو رو به هیچ کی نمیدی. نه. مثل منم 20 تا چمدون. منو سولت لباسمون رو نگه میداری. مثل منی. دلم نمیاد مثل بچه‌ها من. بیا فوتبال هم حرام شد. ای جوانی که فوتبال میکنی تو از خدا شرم و حیا داری که زانوها و رانهای خود را برهنه میکنی در حالی که در ملأ عام است. دوست ندارد عثمان ابن مظعون که شرمگاه و رانهایش زنش ببیند. این آدم اسم خودشو گذاشته سقفی و ادعای پیامبری میکنه و میگه معجزه منم متوقف کردن پنکه دور کنده و تا الان کل روستاش هم بهش ایمان آوردن.